کاکا خسور سعی کنیم من به شما چی میگم. شما مثل پیار منیم، خسور منیم. همین باغ شما بیشتر از 1 لک ارزش داره. آخی به اعمال سال 4-5 لک دیپا عید میکنه. نورالله به سر شما کلا میره. آخی شما همه فکر کنه همین پارسال یک کم خراب بود وضعیت کشتکارا. هر سال عید میکنه باغ. هم پارسال همین دروغ میگو. اگه دوم بر به شما نمیده 50-60 هزار پر میده میگه دیگه ندارم چه کارو فلانه. آخی آدم سوء استفادهگره. 7-8 سال میشه این باغ به دست نه. یک 7-8 سالی هم به دست من اگه باشه من هم دومات شما نو. مقصد که آقا خسور مقصد به شما بگم اگر روی به شما سال 1 لک میدم من به شما سال 1.5 لک میدم سال 2 لک میدم. ها دیگه همه خود شما فکر کنیم آخه سال 1 لک دیپی مال فرقی نه. خوبه صحیح هنه ما با دوباره به شما زن برو این جینه هست تکر برو تو چی میایی اینجا گپ گوش میکشی؟ خاله گپ گوش کنی؟ نیلیلایه برو کاکا خسور منه همین گیلک دیونه تعدیمانه خسور سنه بگو مونده نباشیم یاره گیلک حال کار دارم برو تیار تو بگو مونده نباشیم مونده نیم اما دینو منم برو بگو مونده نباشیم گیلک میگه مونده نباشیم گیلک میگم مونده نباشیم میگم بشنیدم صدا گیلک نمای تو بگو نیلیلا با ما الی بلد الی گرجه صحیحه باغ شما هم تو که فیض دیدی از این باغ صحیحه دیگه کسی که ما باجی اینم یک انگور به سال نمیبینم. خوبه کاکا خسور ما با شما زنگ منطقه همین زرمه به شما بگم که من به پی فایده شما کار میکنم من نورالله کرده. ها دیگه خوبه باشه شما مسئولیت آخر بکنید سه باز من دوباره به شما زنگ میزنم. نه برو دیگه خوبه بفهمیدم با خسور خو میگه باقا نیلیلا بستانه خوبه خدا حافظ میفهمم ایلا 200 ریپ کارت انداختون که مستقیم زنگ دادم به خسور خو به ایران؟ ها خود چرا میگه نیلیلا باقا بستانه؟ چوب کنه گیلک میگه نیه گیلک چوب که لک راده میگه فار هیچ سیری پیا بده میگم اگه سیری پیا نده میگم نیلیلا حال پول ندارم گیلک نه دیگه سیری پیا بده تو خون بدم دلالی سیکو باقا که استونم خوب نورالله خسور ما باقا مستونه 1 دونه 500 سوزی و تو شیرینی میدم 1 دونه چند تا سیری پیه؟ 100 تا سیری پی میشه حال 20 هم نیه؟ هیچی ندارم گیلک یعنی گیلک جو 20 خواهی 20 دیگه خدا گیلک از این 20 آقا نبیشم که به کسی منه نمیگم سیه نمیگم نیستینی باقا نیلیلا خسور ما ماه بستونه بده به ما بده هیچ کس به هیچ کس هیچی نگی فقط رو هر دمه که باغ استوندم روزی 20 پی بیاردیم اینجا هر جامر دیدی به خوبه صحیحه دلالی دیگه اصلا نمیته شیرینی رفاقت هرچی که انگورا بشی تو مگر یه خر بیاری و دم باغ استاد کنی انگور ببری نه بابا خوبه سرکله خورم بشور سالت خر پر از سالت کنم بیام انگور میدی خر پر از همینجا خاکش هست هر چیزی هست به تو جا میکنم انگورا نمیگم به نیلیلا نمیگم صحیحه گیلک جو به ایشکی بدون نورالله به ایشکی نگی خوبه والله لامه که سرگه پردی حساب شد ما بیا با مفتزه خاکایی به تعمیدی جور باشه گیپه پیدا شد جور باشه جور باشه چه کار میگه این چیز روی خوبی شیرونگیله عجب او روونیه یا باغ شما میایه باغ هم دیگه به خیلی خوشی تا صبح پس صبح به دست شما نه چری؟ امال من از اینجا می آمدم رمضان یک بار خود خسور خود ببی تو البته کشور اینان گپ میزد گفته که چیزه باغ نیلیلا بستانی
دروغ نگو. به سر تو دارم گی پک سر تو یک گلاس او خوردن نمیدم. گفتک باقا نولیلا بستانی من که او چون چه کار پول به شما نمیده. من 2 لک و 2 لک 1 لک و 2 لک ما به شما پول میدم. باقا از ما میستونم میدن دست رمزون چاکولا. خنده کردی بچه. شیره مادرتو گی پک. خدا راستی حتی دل میفهمی. یعنی تو بچی شو خوبه دیدی تو ای خودی ببین مگه مزه. ها تا کشور ایران ها اون به کوچه باغ نیه. به این تر برو 3 شاید حال برفته باشه دیگه. بذار درختا چیز بذار درختا بنوش امی جاده که ایت پیوند بسته. سیه باشه به پیار خوب بگو بابا فکر خوار داره ما یه باجی شما به سر کلا بره. آفرین ها پولی هم با ما بادا گیچی نگی آنه پولیو آنه چنگ نزنی. من چی کار دارم؟ دیگه کار خدمت باشه گی پک. سلامت باشی. پول میلی اگه داری باید یوش کنم تو میشست و بستونم. آری دارم نمایه به کار دارم. چندی داری؟ سیریپی دارم. اوکی خوبه خسته شو. آری به کار دارم گیلک بابا تو میدونده که. تو بده سیریپه به جان صرف غز. نه جو. واسه ما این برو بخواه یک مرغ کلنگی بخره که بیای تخم مرغ کنه. باشه پول داری باشه بابا تو میدون. بخی تو بخی. آفرین. اوکی. بس سرامان سیریپی همه کیسه ها خونه میکنم. کسی خود پول نداری؟ نه. ای تیر است بجل بخوری از دروغ میگی دارم. خوب بس سرامان دارم. به دیفان تو هم نیه؟ نه. به کسی تمون تو هم نیه؟ نه برو نه. دروغ نگی؟ چرا دروغ بگو؟ با کجا میری؟ چی من میرم مثلا اگر رمضان دیدی نگی که گیلک شیطونی کرده خب؟ دل جمع باش تو. تو سیکو همی گیلک راست میگه. شو خالی به رمضان زنگ زده به ببومه تو همی باغ بستو. باغ ببومه اگه از ما بستونه بعد دست رمضان تو از گل دوم بیومیدی. چارکولا چیزی چارکولا دیدی بگیری معامله که بجی شکی هم نیه. نمازی شوم غریبی رو به من که دیگه نمیام به محله دلم جولان زد و یاتی وطن که دیگه سنگی گیلک جو خیلی خیریاته یادت جوره چیگه پایک ما دایم وقت دعا میکنم میگم خدای پاک تو دایم وقت همیت سرشار داشته باشی نبشی سلام یاد تو دارم غم نداشته باشی دایم وقت خوندن یاد دارم من میگم همی که خوندن یاد داری ساعت همی مردم قلر هم تو تیر داری من میگم دایم وقت تو تیار خوشحال بشی کجا بودی گیلک کجا میبری چیزه برفتم برار منتاد چیزه دیگه منتاد دیگه یه گپی بگم یه گپی بگم به من نمیگی چی گیلک جو تو حال گپ بگفتی من گفتم چی گپ داری گپ بخور بگو باجی شما رمضان اعمال خود خسر شما هم 100 پیشتر ای به تا کشور ایران گپ بزد به تا کشور ایران گپ بزد یک بار گفته که من 1 لک و 2 لک میدم من 1 لک و 2 لک با بال باغ میدم من چون نیلیلا چیزه نیلیلا ما چون باغ ازی بستنی من ای کلوبازیه انا با من ایت شما انگار کنیم من گوش کشیدم من گوش میکشیدم با من رمضان من تلنگ داده و برانداخت گو برو آخر به من 20 داد خب گیلک یعنی تو میگی رمضان باجی من برای خسور مگ زنگ زده بود که تو واقعا نورولا بست برای من که 1 لک 2 لک به تو میدم که یعنی 2 لک برای تو من میدم ها همیته با تو پول داد گیلک چرا پول داد به خاطر چی به خاطر از اینکه گوش میکشیدم آنه 20 بیه یعنی پول به خاطر از این داد که تو به جای دیگه نری نگی نه گفتک به هیچکی بغیر ان نیلیلا گفتک به هیچکی نگی به نیلیلا هم نگو بغیر ان نیلیلا هم به هیچکی نگو حالا من به می باجی خود چی نقص رسوندم که از اینجا زنگ زده به خسور من که تو واقعا ازی بستو من چی بدی کردم او میگفتک ما چون امسال خوبه باش شده همه باش شده درخت ها میوه داره باش شده انگورا باش شده یعنی از گو به دوم بمیرسه ولی از او هم به خیر خیریت از گو کی؟ یعنی از گو به دوم بمیرسه به خسور من
یک باغ به دست از این وقت که تابم شم خودت خبر نداری که میمون و میمونداری داره 24 ساعت بمخونی و عمال جا و فرشیشتن نیه این باغ به خاطر همین میمونا خوره بابا چی شما گیپک بگفتون گیپک بدم باختی شما بدم ای روی خور میشیشتک سنگپا پا خره سنگپا میکن من شیطانی یاد ندارم من بگم به مردم آفرین گیلا خیر بینی همین که تو من خبر کردی خیر بینی خب این چینیه پول بکیسی شما نه تو دل جمعش ما با تو پولم تیار میکن تو صبر بکن ما خودی از این حل میرم پس اگه تو پول ندادین دیگه نمیگم دیگه گیلک ما با تو پول میدم بخدا کلاس دیگه شیطانی نمیکنم حال پیشمنیه دیگه با میدم مر وقتی که تیر شدی ندادم برای تو پول حال چی حال ندارم دیگه اوخی چه کار خو شدی باز چه کار کردی علاف بدره بیدی خلاص شد لا لا متساق ما دشتم ما خیر بودی خوب شد جمع که علافا رو ببرین که بخیر خوشی امروز روز آخری ما و شما نکدگه بزی باغ نمیای چی میگی لالا چی میگم باجی ما زنگ زده و خسور ما که باغ نورالله بستانیم که نورالله نمیتونه کار کرده و تعذی باغ ما به شما 2 لک روپیه میدم بعد این باغ به ما بده باجی شما امروز هر کاری که نمیشه از اون وسط خود آدم میشه چیکار که دارم از اون باجی شما چه کار ماست بکنه کاری که دل ماست کرده از اینجا زنگ زده به خسور می که امسال وضعیت باغا خیلی خوبه شما نورالله باغ بستونیم بدیم برای ما بده با خاطر از این خود شما خبر دارین که 24 ساعت میمونداری داره کار میمونا اینا جور میشه با خونه خود دیگه جای نداره مجبوری بیاره به تعمی باغ بیاره هم بگذار من میفهمم که از گاو دوم بیام برای خسور من نخورسی مبارک باشه غم نداری بز بخر کی بگو به شما میگه لالا آدم دونستی گفته گپ راست می بپرسی یا بچه خود بپرس یا از آدم ساده گیلک بیام و تمام داستان رو اختلاط کرد و همه من به گوش آقا بشیندم یک بیستی هم برای من پول داده یاره نخه بود لالا بابا جان گیلک تو حاله و تعمی قله خود شما خبر داریم دروغ یعنی بگفته بیده مطمئنی به گوش آقا شنیده بود بیام و تمام داستان رو اختلاط کرد او خود دروغ نمیگه چی بنده وزی داره که به ما دروغ بگه ما دو نفر خودی هم به هم بندازه صحیحه دیگه لالا باش مور ببینم کم به زحمت کشیدم شب و روز ما به می باغ زحمت کشیدم رنج بردم بیدر خوی کشیدم انا لکم باجی ما برفته بزو زنگ زده که تو باغ از اون بدی به ما بده لالا شرایط بو شده بفهمیدین هر چه ضربه میخوره آدم از قوم خویش و از خود ضربه میخوره باز همین خسور مرتو سیکو اشتا آدم کم فکریه چی فرق میکنه که من دوماتونو تو از من میستونی بزو آدم میدی تو این کار که خونی من خراب میکنی خونی از دختر خود تو آباد میکنی چه زری باغچه که هوش کردیم ما شب و روز زحمت کشیدیم گفتین خیر این کار باغچه خود مانه تو سیکو تو حالا میگم امید شرایطیه که دیری پول بیشتر پیدا کن یا کاروبار تو خوب باشه همون قوم و خیش رفیق تو میزنه که همون کار از دست آدم بیری کنه یه هم که باجه شما را بیگونه کنی یا کاش که بیگونه بیدی باجه شما خود شما اصلی داره بالا که رمضان باجه شما بو گفته باشه خصوص شما بو گفته که باغچه یله دین بو گفته برار خوربه گردم از اینجا بزو زنگ زده باغا سبز سرخ بزو نشون داده او چی میفهمه که اینجا چی گپه باور بکو کنی لاش ما بفته که اگر 2 لک بده من 3 لک میدم من سال بسته زحمت کشیدم نه خونه ما بفتادی باغ ما باغ تیار کردم حالی ما باغ یله میکنم نه لالا چی یله میکنه یله نه لالا مثال خدا خوب سالی هم از شو نه روز ما روز نبودک زحمت کش نمال در باغچه بدیم برام ازون بدیم نمیدم سر سال زمستون قبول شده یک باغ ما بزو تعبیر میکنم هر کار مایه بکنه همون تکون لالا فقط ما نوکر باجه شما نی و خیال کم بریم علفار جمع که بریم خونه بریم که اعصاب من به کل بیجا کردم بریم میام من باجی مفخور امینه دیگه مفت جفت ما باغچه از دست باجی خبیری کنه وای 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 وای, وای.
یا گیلا خوب شد تو بدیدم. بله گیلا یک سوال از تو ما بپرسم. چه سوال مال دیگه برار تو بگفته رمضان تو چی گفته؟ رمضان ما گفت باغ الحمدلله بستنیم با خسر خوی به تابه باید گپ میزد به کشور ایران راست خو میگی درست. گردانم به من باشه بیستی داد به کسی من تو بیستی داد بیستی به چی خاطر داده؟ بیستی گفت به هیچ کی نگی ها ها. چی میگفت تلفن مثلا؟ به تا تلفن عباس میگفت که کاکا خسر ایت گوش مییتی بودن پیشیو انا گفت کاکا خسر اما چون رمضان انا چیزه نلیلا ما چون کلا ورداری اما چون باغ امسال خوبه او اما چون میوه‌دانه خیلیه بعضا گپر میشنید و من انا بدم به ما بدم 1 لک و 2 لک من پول برای شما میدم ساله ها انا ایتا بالاخره دیگه ایچی من به نلیلا بگفتم انا صاحب اشته 1 لک 2 لک میدی 7 سال باغ به دستمون بالا بدیم به رمضان بدیم که چی گپه با کلا گفتم صاحب من رمضان رو ببینم این تاثیر داره خود بران من خاطر باجی اونه میگه باخشه دست باجی ما بوست بدی ما بدی دیگه خیلی نگیل جو که بگفتی آفرین کی خیر بینه تو خیر بریم جشن خود ما بریم چی دارین من چون خبر ندارم اول ما برم به سرا برم سوپ ندارین سوپ نه تو اشتیاط و صافه نو خوردن خونه دارم تو سوپ